بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید به شما مردم عزیزمون، ورزش دوستا، مخصوصا فوتبالی عزیز. ولی عذرخواهی کنم به خاطر اینکه آقای نکونام جلسه فنی داشتیم، عذرخواهی کردن نتونستن حضور داشته باشن، من به جایشون اومدم و فکر میکنم که راجع به بازی فردا باید بگم که خب بعد از این تعطیلیات لیگ فکر میکنم جای خوشحالی داره دوباره برگشتیم به لیگ و میتونیم از فردا دوباره بازی ها رو ادامه بدیم، هرچند دوباره میخوریم به تعطیلات. ولی در کل بازی سختیه، بیرون از خونه است و فکر میکنم که همیشه برای استقلال و هوادارش بازی های این چنینی همیشه حکم فینال داره و خیلی دشواره. ما هم داریم تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، مخصوصا بچه های تیم یه دل هستن. به هر حال میگم تعطیلی های لیگ یه مقدار اذیت کننده است برای همه تیم‌ها، ولی خب طوری تمرین میکنیم که شرایط تیممون برای بازی ها بتونه ایدئال باشه و بازی فردا هم مثل همه بازی 3 امتیاز داره. تلاش میکنیم که انشالله دست پر برگردیم. ممنون. مرسی. عزیز در خدمت شما هستیم. سلام با عرض خوش آمدگویی به آقای نوازی عزیز. میخواستم کارت بازی آقای بلانکو صادر شده، چون تو خبراش میدونی که به رفسنجان نیومد. نه ایشون همراه تیم نیستن، ولی چند وقتی همراه تیم دارن تمرین میکنن. شرایط قراردادشون هنوز اوکی نشده، فکر میکنم باشگاه بیشتر تو جریانه. انشالله اگه به تیم اضافه بشه حتما از ایشون استفاده